خیلی ترسناکه ولی واقعیت داره. تئوریای خیلی زیادی وجود داره که میگه بیشتر خواننده‌های هالیوودی از بیانسه میترسن. ادل زمانی که برنده جایزه گرمی شد، وقتی که رفت روی صحنه برای اینکه جایزه‌شو بگیره و صحبت کنه، تمام وقت از بیانسه تعریف و تمجید با یه حالت استرسی میکنه، در صورتی که خب خودش برای اون جایزه زحمت کشیده بود و هیچ ربطی به بیانسه هم نداشت. زمانی هم که داشته میومده پایین، یه قسمت از جایزه‌شو میشکونه و به بیانسه میده. همچین اتفاقی سالها قبلش هم برای بریتنی اسپیرز میفته. همین جریان برای لیتزو هم پیش میاد. وقتی میره جایزه‌شو بگیره، اونم با یه حالت ترس و استرس، شوف و تمجید از بیانسه و یه جورایی بهش احترام خیلی زیادی میذاره. تیلور سویفت میره بالا تا جایزه‌شو بگیره و تشکر کنه، یه دفعه کانیه وست عین عجل معلق ظاهر میشه، میکروفون از تیلور میگیره، میگه من برای تو خیلی خوشحالم ولی این جایزه حق تو نیست، باید مال بیانسه میشد. الان خیلی از مردم فکر میکنن شاید کانیه هدفش این بوده که از تیلور یه جورایی حفاظت کنه. لیلی هستم، مرسی که ویدیوی منو دیدی. نظرتون همه اینا ادای دین و محبت هست یا یه جورایی ترس از بیانسه؟ لطفاً برام بنویس.